خدا وکیلی من از داستان، از اتفاقایی که برام رخ میده کلیپ درست میکنم. امروز بیحال خونه افتاده بودم، نمیخوام امروز بخندم ها، چون کامنت قبلی خیلی ها گفتین چقدر مسخره و فلان، دیگه نمیخندم. یارو اومد تو، یه دختره اومد تو دایرکتم و بعد سلام بزرگوار، جواب دادم سلام. تازه هم از خواب پاشیده بودم. خوبین شما؟ میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ گفتم بفرمایید. میشه منو دنبال کنی؟ گفتم پاهم درد میکنه. گفتم پاهم درد میکنه، دیشب تا دیر وقت بیرون بودم. بعد برگشت گفت خیلی بیشوری کثافت. کلا بلاک کرد. بدبخت تازه فهمیدم دنبال فالوور میگه.